در رمضان والدینی کده شکی کم در مذهب پریده دیگر پیش رفتن نتونستم حاجی پیشمو اومد. فاجعه چیست؟ چی رنگ دارد؟ فاجعه آن است که یک پیرمرد 87 ساله را به خاطر یاری به دیگران 5 سال محکوم به زندان می کنند. فاجعه آن است که جامعه این دهشت را می بیند و سکوت اختیار کرده. حالا هر توجیه بیاورند، هر بهانه پیش بکشند، به هیچ وجه قابل قبول نیست. فاجعه رنگ بی‌توجهی و بوی ترس دارد. سیمای فاجعه نامردی است. رنگ فاجعه سیاه، طعم فاجعه تلخ و ماهیت فاجعه بیرحمی است. عمر فاجعه تا زمان است که ما به هم دیگر به صفت هم ملت و هم قسمت بنگریم. دیدگاه همان بر پایه محبت به هم نوع باشد. عمر فاجعه تا زمان است که به ظهور آن نه از دریچه منفیت‌های چرکین شخصی و گروهی و محلی بنگریم، بلکه بر این باور باشیم و از این دیدگاه واکنش بکنیم که بی‌عدالتی کوچک و بزرگ نمی شود. امروز ساکن ناحیه رودکی یک پیرمرد 87 ساله دانیار نبیف معروف به بابای دانه را در کمال شقاوت و بدور از آیین انسانی 5 سال زندان کردند. پس فردا هر کسی را می توانند با هر بهانه و اصلاً به هیچ بهانه هم محکوم به زندان کنند. اصلاً فرقی نمی کند این پیرمرد هوادار چی گروه یا از کدام محل بوده و به کیها کمک کرده. مهم انسان است، شهروند کشوری ماست و هیچ جنایت صادر نکرده است. ای همه آنهایی که ادعا میکنید که در برابر ظلم و بی‌عدالتی قرار دارید، اگر این گونه فاجعه شما را به هم نآرد، حداقل با هم و همه در مقابل این فاجعه واکنش نشان ندادید، پس بروید بمیرید. نمیگویم با هم اتحاد بکنید، این از شما بعید است. غلامان را سفارایی گران است، می گفت حضرت اقبال. اما در برابر این فاجعه در شکل محکوم به زندان شدنی پیرمردی 87 ساله، اگر صدای اعتراضتان بلند نشد، پس هیچگاه دیگر صدا در نیارید. برای همیشه خفقان بگیرید، زیرا دیگر ثابت خواهد شد که عدالت خواهیتان دروغ، آزادی خواهیتان دروغ، ملت داریتان دروغ. آن بظاهر مبارزه و این گویا تلاش هایتان در اصل خودخواهی بوده و بس و کاملا دروغ است. اصلا وجودتان دروغ بیش نیست. من و صدها تن مثل من داریم نظاره میکنیم. محک سنجش امان هم خیلی ساده و مشخص است. یعنی موضع هر کدام از شما در برابر این فاجعه. مطمئن باشید فردا چه جوابی را خواهید گرفت بستگی بر رفتار شما در برابر این فاجعه دارد. پس بشتابید تا دیر نشود.
مؤلف روزنامه‌نگار ظفری صوفی.